این زندگی اکسیری دیگر میخواهد. این فلسفه تفسیری دیگر میخواهد. با میخی نو و خشتی کهن نو نشود این خانه که تعمیری دیگر میخواهد. یکی از سبب‌های ایراد به شخصیت شما مخالف بودن شما با ساختمان راغون است، نه؟ میتوانید بیان سازید که این همه حدس و گمان‌ها از کجا سرچشمه میگیرند؟ اما وقتی که این چیزی بسیار جدی است، این هم چیز سیاسی است. وقتی که مثلا همون حاکمای وقت مردم هم مثلا در 400 و دیگر جاها دیگر هیچ کس نداشتن که عرضشون بگن، سوای را وقتی ثمر سرخ از بخشون بریدن که مردم کچونن، مردم کچوندن آوردن در استانبول پرت افتادن در تگ وای کشود، هوای کشودو به خونه و بیارشون کردن، خواستن بکچوننشون و پیش من اومدن. بعد من از هم حاکم وقت پرسیدم که تو مرید کجا گرد میکنن؟ از همونجا سر شد. چرا گفتم من چخیل تا یک پیرمرد گفتم دقیق دیره برده در تگ وای پرتفتی خانه شون بتین مثل در همه جای مملکت‌های متمتم خانه شون بتین، در شون بتین، کلیت شون بتین، بکچونشون. بپرسشون بیا بکشون. گفت که ما باور کجا خونه تیم خود خونه نداریم. وقتی پیش اومدم من گفتم من اجازه نمیدم که شما آدما رو گفتم سیبوش نببری وقتی ثمر رو او سرتی و همخینه او اصلا در هیچ جا درکش نبود. همیشه عیبدار میکنن که من قشلاق ما نجات میدم. قشلاق ما از سطح عبار قریب 2000 متر بالا است. آب هم تا پاش رسیده نمیتوند. حضرت سلطان ما آب تو نزدیکش رسیده نمیتوند. همین یخ با یگون آب داخل ندارد. نه که برای چی من فقط برای یخ خودم فکر کنم اگر شاعر ملت باشم و وقتی که مسافر پیش مردنش پیش من بیاد میگه که من میمرم در کجا برو میکنم. این همیشه سر زد. این یگون گپ نیست. یگون وای واقعی نداره. بس شرمشون بود که در تاجیکستان صاحب استقلال که 25 سال باز امسال جشن میگیرن و یک گیسی که دوره سویتی نساختن یک زی پوسیده گیره اینقدر در گرده یا شاعر بر کنن. شرم حیا ندارم به نام خدا. از هزار مردن ممکن. من دی آقا صاحب استقلال باید که 40 تا گیس دیگه خودش میساخت. گیس اینگوری هم نساخته بودم در وقتش، تختگل هم نساختن، هزار یک گیس نساختن. آخه شما نشه بیاد اتفاق سویتی رو برقرار کنیم گیس سازیم. این همه گیس ما اجازهتون میتونم. آخه ای بس این گپا گفتن گل رخسار نمون. چقدر گل رخسار میتونن یک شاعر یک گیس نمونتی ساختن. نه هم وقتی همه گپ میزنن من فکر نمیکنن که یا اینا دیوانن یا ما. شما این خیلی میگه که ببینید مثلا شما میگه که در قرار برآوردن قرار مهمی گلرخسار نمیتونه مثلا سخن باشه. اون زمان شما نیز یک شخص عادی نبودید. من حالا عادی نیستم. همون زمان شده. تا جای من میدونم مسکو در شخص شما مثلا رهبر بعدی تاجیکستان رئیس جمهور رو میدید و شما پیشنهادم کرده بودن. پیشنهاد کرده بودم. پس این بیانگر اون است که سخن شما خیلی تاثیر داشت. نه تاثیر داشته برای اگر مثلا اول همین اجازه هم داده بودم برای ساختنش. همون گیگانتمانی بود که دریاهای باید سیبیر به قزاقستان برمیگردوندن. حاضر باید که گروه همون شاعر نویسنده‌های روسا که نموندن این کارو کردنشون نه روسا باید ببوسن. نمونده این کارو کردن. این هم وقتی بود که گیگانتمانیا بود. همه گیسا باید که بلند میشدن جایزه لنینی میگرفتن. 350 متر بود و همین 350 متر ما سر نکردیم. از خیلی مسکو سر کردن که تنی ریال نه. برای چی تکلیف رئیس جمهور شدن رد کردید؟ شاید برای شما شرایط فراهم می اومد که همه اون آرمان هایی که درباره ملت گپ میزنید اونا رو عملی میکردید. ببینید رئیس جمهور هم آرمان ملت عملی کردن نمیتونه. هیچ کدام رئیس جمهور از اول تا آخر. دیگر اینکه من شاعرم. من حتی سفیر نرفتم شریلانکا سیلون با علاقه فرستنده بودن من نرفتم. هم قرار جوندم گربه فقط شاعر نزدیکی. هرچند که با ترجمه آموزش شویسار هم رفته بودم نزدیک. خلل میرسون با شاعرتون؟ بسیار خلل میرسون. من خیال میکنم که هر کس در دنیا برای کاری آفریده شده است. و من اصلا مایل نداشتم، خواهش نداشتم. من از 22 سالگیم راهبر اداره بودم، میدونستم که چقدر شخصیت من دیگر شد، دغل شدم. چون که اگر هر کس بوسک نمیشپاند. امروز گفته شدم که نه من هر رئیس جمهور شدن هر کس نمیتونه. آرزوی هر کس هم نیست. تو با گردن نه تنها یک عائله خودت، تو تمام همین ملت از سوزنش تا قصرش با گردن میگیری. تو برای مردهش زندهش برای مثلا آیندهش جوابگری. تو باید درباره خودت فکر نکنی. تو باید برای خود ثروت جمع نکنی. تو باید که قصر نداشته باشی، مثل لنین نقاش خشکستگی داشته باشی تا که مثلا ملت تو وای باشه. من این چیزا رو هم شما دیدم. بعد من هیچ آرزو خواهشم ندارم. من خیال میکنم که یک دقیقه وقتم اگر بهوده رو در یگان مجلس من نمیباش. من
موفق باشید و آخرین سوالی که من دارم رمان مهراب رو ما کی انا به دست میگیریم و کی نمیدونم از اون کتابا محاض کتاب دیوان دفتر غزل مالکه چوب شد در دست چوب است با نام آفتاب در سایه از بین 600 700 غزل من 200 تا گرفتم خیلی کار مشکل است خودت تحریر کردم و خودت تحلیل کردم حاضر کتاب دفتر رباعی و دو بیتر ساخته شدم بعد خیال میکنم که نوبت به اونم میرسه نه که من از اون رمان میترسم در دوران شوروی من اینا نوشته بودم خیال میکنم که اولین رمانم بود زنان سبزوار دیمای خیلی عجیب یک حکایه ننوشته رمان می نویسم اما با گفته که من میترسم که یکی کهنه نشده باشد رمان من خیال میکنم کهنه نشده است میتونم سکروت دیگر اینکه میترسم که نمیدونم قوت قدرتم میرسد با این چیز باید از سر باید چوب کنم میشه تشکر زیاد نه خود تمام کرده باشه اصلا قسمت اون قسمتی که برای مثلا رادیو ما بود اون قسمت برای شما موفقیت خوش آمدید با شما همین رادیو شما رو نموشه بسیار ماده معقول است چون که انسان آزاد تولد میشد اوریان تولد میشد و باید که آزاد از دنیا برود برای همین کسی حق ندارد که یک کس تحمیل کند که تو اینجوری بگو اونجوری بگو و در صورتی که با هیچی برات نمیتید از تو باید هیچی نگیرد برای همین سخنان رو برای آن گفتم که من همین نام آزادی رو احترام میکنم با شما موفقیت میخوام شما هم کار خودتون میکنید شما هم سخن خودتون میگید این خوشبختی است